السلام علیکم تماشابینان عزیز. استودیوی تلویزیونی استالین آباد برنامه اولین خود را سر می کند. من همین طور برنامه اولین آغاز یافت. من به زبان تاجیکی اعلان کردم. پس از من ولنتینا ایسایوا نطاق زبان روسی چنین اعلان کرد و برنامه روزی بیگاهی همون روز همینطور آغاز یافت. پس از آن اخبار به زبان تاجیکی 3 دقیقه ادامه یافت. من اینقدر هوسمند هم نیستم که زاد روزی من با تنتنه گذرانده شود، لیکن فرزند من دختری کلانی من ادیبه عزیز من گفت که بیایید همین طور کنیم که زاد روزی شما خاطرمان باشد. بیایید من شما رو در اینجا نه بلکه شما رو به دبی برم. من حاضر چطوری که من چندین سال است که بعد از جنگ و جدال ها در تاجیکستان من نفهمیدم، حتی فراموش کردم که در همون دوره هم من کار میکردم. دیگر حق قلم تمام بر هم داده شد، لیکن بسیار میخواستم که همین حق قلم داده شود امروز هم، زیرا که هر یک شخصی که در نزد میکروفون باید سخن بگوید و وقت جدا میکند، کارش را پرتافته به مثلا به رادیو می آید، به تلویزیون می آید، با اونها قلم دادنشون در کار است. برای از گانوور به استانبول برگشته آمدنش امکانیت نشد، قبول نکردند. بعد خیال کردیم که از گانوور به ونگریا استانبول دوشنبه برگردد. باز هم سمت ونگریا قبول نکرد، گفت که فقط آدمان خودمان رو قبول میکنیم. همین طور باز گرفتیم. بعد از یک هفته دیگر به سمت برلین، مسکو قبول نکرد، گفت که فقط آدمان گراجدانین های روسیه را قبول میکنیم. همین طور کودک روح افتاده شد، حاضر در خانه شده است، به هیچ برآمده نمیتواند. وقتی که تکنیک هست، وقتی که تمام برنامه های تلویزیون های جهان را تماشا کردن ممکن، از آن خلاصه برآوردن ممکن، چرا جوانان امروزه ایجادکاران جستجو نکنند؟ من هم در این باره بعضا فکر میکنم از خودی همون جوانان وابسته است. وقتی که من اویل دار شدم، البته در اینجا مسئولیت من در زندگی خیلی زیاد شد. اویله، دانشگاه، بعد کار، مسئولیت زندگی همش در سر من بود. برای همین هم مادرم برای یاری آمدند و گفتند که من عذابت رو محس میکنم. بسیار عذاب کشیده است، یک نفس راست نمیکشی در این دنیا. این چه گپ؟ گفتند بیا من همین فرزند تو رو برم. گفتند به خانه خودم به ناحیه برم. گفتند به ناحیه بردند و پس از 4 ماه کسلی سرخکان شد. در اون دوره امگذرانی نبود. همین کسلی سرخکان با وی چسبید و دیگر رهایی نیافت و فرزند اولینم بختیارم از دنیا چشم پوشید. این لحظه ها رو من تصور کرده نمیتوانم، خیلی وزنین است، گفته هم نمیتوانم.
ана ҳамон духтари саркаш гулрухсори мо буд. Он давра мехост ки фикру мулоҳизаҳои худро рӯйрост гӯяд, ӯро дастгирӣ кунанд, ба вай бовар кунанд. гулрухсори азиз, ман шуморо дӯст медорам ва мехоҳам ки сиҳатсаломат бошеду қаламатон сабз андар сабз бошад.